پێم خۆشە بۆی کە ڕاستەوخۆ بە ژووی مەسئولین بگا ئەو بەشە لە قسمەتەکانم ئەگەر ئیجازەتان لەسەر بێ بە فارسی دەڵێم باوەک خۆی بڵاو بێتەوە وەک خۆشیان جۆ لێ بێ ئەنگۆ لە فارسی تێدەگەن ئەوان لە کوردی تێناگەن بەڵام بە فارسی گوێیان لێ بێتەوە میخوام این قسمت از سخنانم را فارسی بگم تا خوب به گوش مسئولین برسه مسئولینی که خود را خدای مردم فرض کردند خود را جای خدای مردم گذاشتند و مردم را عبد و برده خود فرض کردند و حتی در امور شخصی و خانوادگیشان هم دخالت میکنن و انتظار دارن از مردم که حتی از در امور شخصی خودشون و بابت وظایف و کارهایی که تو خونه انجام میدن از اونها اجازه بگیرن مسئولینی که خود را آقا بالا سر و خدای مردم میدونن ولی نفهمیدن که تو قانون اسلام مسئولین نوکران مردمند مسئولین خدمتگزاران مردمند کسانی که ادعای مسئولیت میکنند و سنگ مسئولیت به سینه میزنند باید کفشهای مردم را جفت کنند باید نوکران در اختیار مردم و جامعه خودشون باشند نه خدا و اربابشون حالا با این قضیه‌ای که تو فضای مجازی غوغا به پا کرده و بنده نیز پستی گذاشتم در مورد مهسا امینی بابت تأسف و همدردی از اداره اطلاعات به من زنگ میزنن مهسا این پست چیه گذاشتی؟ زود پاکش کن. گفتم برای چی پاکش کنم؟ میدونی چه نوشتم؟ اظهار تأسف و همدردی کردم. آیا حق ندارم در مورد دختر بیگناه با حجابی که به دستهای پلید شما کشته میشه حتی ابراز تأسف و ناراحتی هم بکنم؟ حالا گرفتم نزدینش ادنا احتمالاتش ترس و وهب و رعب و وحشت و شک از ترس شما ایشون به سکته مغزی و قلبی دچار کرده. مگه شما چه هیولاهایی هستین که مردم با دیدن شما سکته کنه جان شما از دست بده؟ این اخلاق اسلامیتون؟ این معاشرتتون با مردمتون؟ مردم باید بترسن از شما سکته کنن سکته مغزی کنن سکته قلبی کنن دختر مردم رو بیجان تحویل خانوادهش بدید. چیکار کردین با این مردم؟ چیکار کردین با این ملت؟ از بس که صدای حق نشنیده اید و خایمالها و جیرخوارهای دور و برتون بارک الله و تحسین به عملکردهایتان گفتن فکر میکردین این جامعه هوش ندارد با مردمی بیفهم و بیشعور طرفین که هیچی نمیفهمد. نه کور خونده اید مردم از شما بهتر میفهمن ولی برای آرامش جامعه سکوت را اختیار میکنن تا وقتی که به گلوشون نرسیده و هر جا که به گلوشون برسه پر بشن مثل یک بادکنک میترکن. چی کردین با این مردم؟ محبت و عشق و دوست داشتن از میان مردم برداشتین اقوام با هم دشمن کردین یکی ترکه یکی کرده یکی لوره یکی بلوچه یکی فارسه از بس که از آب گلالود ماهی گرفتین کرد چیه ترک چیه فارس چیه عرب چیه لور چیه وقتی هممون تو این سرزمین با هم زندگی میکنیم وقتی هممون کنار هم نشسته ایم پاشیدن تخم تفرقه و نفرت از طرف شما برای درازایی حکومتتونه یا به خاطر خدا و ادعای اسلامیتون؟ فرق من کرد با ترک تو نقده که ترک و کرد با هم هستند حتی میان اونا هم تفرقه انداختین
اسلام اینو میگه؟ یا اسلام میگه برادر باشید، کنار هم با هم مسالمت آمیز زندگی کنید. چیکار کردین با این مردم؟ از خود ملت کرد منافقینی ساختین که غده سرطانی این جامعه کرد و کردستان شدن. منافقینی که برایتون چهچه و بهبه و دست زدن، روی آرمانها و باورها و اعتقادهای شخصی خودشون پا گذاشتند. با شماها اومدن کربلا، پیش مردم گفتن رفتیم بغداد، روشون نشده بریم رفتیم کربلا. چرا؟ چون تو اعتقاد اهل سنت و جماعت عزاداری، اربعین، ماتمین، فلان بیسار جایز نیست. اینا با شما اومدن ولی جرأت نداشتن به مردمشون بگن رفتیم کربلا، گفتن رفتیم بغداد سر مزار حضرت گیلانی. هیچ ابایی نداریم از اینکه شیعه بشه بگه آقا من شیعه شدم اومدم قبولت دارم، همانطور که با شما مشکل نداریم. اما یه نفر سنی در لباس اهل سنت به این نفاق دوچار شده مسببش کیست؟ حاکمیت. تویی از مردم منافق ساختی. یه عده جیره‌خوار نان به نرخ روز خور ساختی. من شنیدم نیروی انتظامی به مردم تو اون شب که این همه نفر شهید شدن، 3 نفر، به مردم میگفت، نیروی انتظامی میگفت آقا هوایی شلیک کنید، ولی همین جاشهای جیره‌خوار و نان به نرخ روزخور به سینه و قلب مردم شلیک میکردن، سر مردم را نشانه میگرفتند. مطمئن باشید اینا منافقای کردند، با شما هم نیستن. اینا مثل آفتابگردان با سلطه و حکومت و قدرت میچرخند. اینا روزی که برای برادران خودشون، همزبانان خودشون وفادار نمانند، انتظار دارید فردا برای شما وفادار بمونن؟ خدا را شاهد میگیرم فردا اسرائیل بیاد اینجا، آمریکا بیاد اینجا، زیرخوار اونا میشن. حالا کور خوندین اگه گفتین اینا دور منن. عده‌ای منافق را دور خود جمع کردین. چیکار کردین به این جامعه؟ یه روز بر در و دیوارهای کردستان مرزداران غیور نوشته میشد. کجا رفتن این مرزداران غیور؟ از اونا فقط این منافقان دور شما باقی ماندند، یا همین مردمی که امروز با سنگ در مقابل اسلحه شما میستند؟ میخوام حقیقت را بگم، چون زمانی که بیانات مبلغین، قلم نویسندگان در راستای حق قدم بر نداره، این جامعه فاسد میشه. میخوام حقیقت رو بگم تا گوش کنید، بفهمید با این مردم چیکار کنید، چیکار کردید. گشت ارشاد درست کردید. حالا من این روزا یه مطلب جالبی از آقای حجتی کرمانی که نامه‌ای به رهبر انقلاب فرستاده بود خوندم. ایشون در این نامه به رهبر انقلاب نوشته که وجود گشت ارشاد خودش یک منکر است. استدلالم به این آیت کرده ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين آمنوا لهم عذاب علیم. کسانی که دنبال اشاعه فحشا در بین مردمند، اینا مستحق عذابند در دنیا و قیامت. حالا اگر میلیون ها روسری به خاطر کشتن یک دختر جوان تو آتش سوخته میشه، مسبب و مقصر اصلی کجا کیه؟ همون گشت ارشادتونه. اگر قرآن سوزونده میشه، اگر روسری ها سوزونده میشن، اگر زنهای با شرافت و با غیرت ما پا روی شرافتشون میذارند، کی مقصره؟ گشت ارشادی مقصره که یه دختر کرد مسلمان را به جرم نمایان بودن چند تا از تارهای گیسوش کشته.
نمیخواید به خود بیایید؟ شما که ادعای ولایت علی علیه السلام را دارید و دم از عدالت او میزنید، آیا میدونید علی علیه السلام کی بود، چه بود؟ آیا میدونید اگر الان زنده بود با عاملین این فجایع چی کار میکرد؟ آقای رهبر انقلاب، آقای رهبر انقلاب، وقتی حضرت علی شنید یک خرخالی را از پای یک زن یهودی کشیده اند و بیرونش آوردن، چی گفت؟ حضرت علی علیه السلام فرمود اگر کسی این قصه را بشنود و از غصه بمیرد جای ملامت نیست. حالا اگر دختری با حجاب، همطور که در فیلم مشخصه، با روسری در دیار غربت کشته میشه، همسان حضرت علی علیه السلام، شما هم میگویید باید از غصه بمیریم و شرمنده این مردم ملت شویم؟ یا فتوای قتل و تیر و کشتن مردم میدهید و بسیجیان را آتش به اختیار میکنید؟ شاید شما ندانی الان ما اهل سنت و جماعت و کرد چی میکشیم. بارها به دینمون، اعتقادمون، آیینمون توهین شده. همون عمر ابن خطاب که شما در یکی از بیاناتتون آقای رهبر معظم ایشون را حاکمی عادل میخوانید و یک جمله تاریخی اتستعبدون الناس متى ولدتهم امهم احرارا را از ایشون نقل میکنی. به همین عمرمون در شبکه‌های سراسریتون لعنت فرستاده میشه، نفرین میشه، در مراسماتون، در حسینیه هاتون. همون فاطمه زهرایی که نور چشم ما سنیان هست و در روزهای به اصطلاح شهادتش که تقویم تا سال 70 و اینا فوت حضرت فاطمه نوشته بود، از سال 70 به بعد شد شهادتش رو میایید پرسنش رو تو مناطق اهل سنت و جماعت برافراش نمی کنید و قاتلش رو عمر ابن خطاب معرفی می کنید. آیا این گونه از مردمت برای مردمت این گونه اخوت و برادری را به جامعه میکشونی؟ در عید غدیر خم، جشن در میان اهل سنت و جماعت که حتی یک شیعه هم وجود نداره، میاین شربت جشن غدیر خم را در میان مردم توزیع میکنید. این مردم سنی هستند. عید غدیر خم یعنی خط بطلان بر خلفاء ما. همه همین کارا را میکنین و دوباره دم از وحدت و برادری میزنید. آیا اینجوری میشود با کسی برادر شد؟ آیا میشود اینجوری با کسی دوستی داشت؟ همه اعتقادات اهل سنت را زیر سوال بردین، بهشون توهین کردین، دل مردم را آزرده کردین. هنوزم ادعای برادری دارین؟ کشتن فرزندان این مرز و بوم نکنه که ما را اسرائیل فرض کردین. ما بدون قدرتیم. این شماهایید که قدرت دارید. اگر تو اسرائیل فلسطینی ها با سنگ جلوی تانک ها میستن، ماهی یه نفر شهید میشه.
ولی در این شهر در یک شب در یک ساعت 3 نفر شهید شدند. حالا ما فلسطینی هستیم یا اسرائیلی هستیم؟ شماها کدومشونین؟ کولبرای بدبخت برای پیدا کردن یک لقمه حلال سینه‌شون رو سپر گلوله میکنند. شاید یه لقمه نون حلالی برای بچه هاشون در بیارن، نیازهای بچه هاشون رو برطرف کنن، بچه هاشون از بچه های دیگران کم نیارد. ولی شما چیکار میکنید؟ جنازه بیجانش رو تحویل خانوادهش میدین. این فرزندان بدبخت بی پدر میکنین. این است دم از ولایت علی زدنتون. این است رفتارتون، رفتار اسلامی و انسانیتون با مردم. اداره اطلاعات با مردم تماس میگیره، انگار با یه بچه 4 ساله صحبت میکنه. بارها من گفتم حداقل حرمت ماموس‌ها و پیشواهای آیینی را نگه دارین. زنگ میزنه به من دستور میده مثل یک بچه 4 ساله. ولی بیخبر از این که ما از خدا میترسیم و کفا بالله حسیبا را انتخاب کردیم، پشت به دنیا نبسته ایم و هرگز از تهدیداتتون نترسیده ایم و نخواهیم ترسید. به خود بیایید. این جامعه را دچار خفقان کرده این، آزادی مردم رو کشتین، روح مردم رو جریحه دار کردین. چیزی به نام انسانیت در جامعه ما باقی نمونده، چیزی به نام آزادی باقی نمونده. اگه بود یه دختر به خاطر چند تا تار موش کشته نمیشد.